سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. فاصله زیاد شد، اتفاقای زیادی افتاد. الان از آخرین در واقع وایسی که ضبط کردم خیلی میگذره و میخوام در مورد اتفاقات بعدی که افتاد براتون صحبت بکنم. شاید همه‌تون براتون سواله که الان من ویزا رو گرفتم یا نه، ولی اجازه بدید که در ادامه براتون توضیح بدم. خدمتتون عرض بکنم بعد از اینکه از سفارت اومدیم در واقع وارد مرحله AP شدیم و اون اسپانسری که از ما میخواستن. مؤسسه به هم گفت و کمک کرد که نیاز نیست الان برای اسپانسر اقدام بکنی و میتونی منتظر باشی تا فرآیند administrative processing یا همون AP بگذره و بری برای در واقع اسپانسر اقدام بکنی. خب از زمانی که دیگه منتظر بودیم که این ایمیل بیاد، استرس به شدت بالا، همش این ایمیل چک میکردم، کنترل میکردم، میرفتم داخل سایت و هی کیس نامبرمو میزدم و هی چک میکردم که شد نشد چی شد. آدرس سایت هم براتون مینویسم در واقع پایین همین توی قسمت دیسکریپشن که بتونید اگر میخواید چک کنید بتونید از این آدرس استفاده بکنید. خلاصه کارم شده بود هر روز چک کردن و اینکه چرا نوبتمون نمیشه. و جالب این که اکثر بچه ها یعنی کسایی که داشتن کلیر می شدن از انتها به ابتدا می شدن، یعنی اونهایی که کیس نامبرای پایینی داشتن انگار که خیلی بود که منتظر بودن، چندین ماه بود منتظر بودن. ولی من برداشتم از این بود که انگار دارن از آخر کلیر میکنن به اول. نمیدونم چرا این حس رو داشتم، چون کسایی که 22 جولای در واقع سفارت رفته بودن خیلی سریعتر از ما خیلی هاشون کلیر شده بودن. خلاصه بگذاریم، اینا همش تصوراته. این موضوع گذشت و هر روز چک کردن دیگه تبدیل به یه عادت خیلی وحشتناک و رو مخ شده بود که هر روز برم تو سایت و اینو چک کنم. یک ماه گذشت. یک ماه گذشت و تمام این یک ماه داشتم چک میکردم و جالبه که تو این یک ماه تمام بچه های 18 فکر کنم 13 جولای هم که روزای ما بودن، همه اونها هم خیلی هاشون کلیر شده بودن و من همچنان منتظر بودم. تقریبا خیلی ها هم مثل من منتظر بودن، ولی در طول هفته با عددی حدود 3-4 تا ویزا برای ایران طرف بودیم، نه بیشتر. و این ماجرا گذشت. یک ماه که شده بود یادم مؤسسه بهم گفته بود که ایمیل بزن به سفارت و بگو که چرا من ما ددلاین داریم و این ددلاین رو باید هندل بشه این ماجرا. ایمیل زدم و خیلی هم تو ایمیل هم شاکی بودم، یعنی اصلا به مؤدبانه و اینها که من ددلاین دارم، سریع کار ما رو چک کنین فلان کنین با این فرمت که با خودم میگفتم که چرا من این کار کردم که نباید میکردم. خدمتتون عرض کنم که بعد از ایمیل وقتی وارد سایت شدم و وضعیت کیس استاتوس رو چک کردم، دیدم آپدیت خورده که فکر میکنم آپدیت فقط به خاطر ایمیل بود که خورد و این هم در واقع گذشت و 2 هفتم از این ماجرا گذشته بود که روز جمعه ساعت فکر کنم 7 یا 8 صبح بود، طبق همون عادت مسخره رفتم و دیدم که یه ایمیل برام اومده. ایمیلی که برام اومده بود و بهم تبریک گفته بود که شما صلاحیت برای گرفتن ویزا رو دارید، برای ما پاسپورتتون و مدارک اسپانسر رو ارسال کنید. و اونجا بود که یک خوشحالی به شدت زیاد همراه با ترس تمام وجودم رو گرفت.
و حتی گوشیمو به سمت خانومم کردم و دیگه نمی‌تونستم صحبت بکنم و گفتم تو نگاه کن و نگاه کرد، متوجه شد. خوشحال از اینکه کلیر شدم و اه، ترس از اینکه حالا دیگه همه چی جدی شده و از الان دیگه باید واقعا یه فکرای جدی تری بکنی نسبت به موضوع آمریکا. خب حالا فرصت کمه، ترس از اینکه پاسپورت میرسه به سفارت برای ویزا گرفتن و بقیه ماجراها. اون روز جمعه بود، من باید میرفتم به تهران برای که اسپانسر رو اوکی کنم و من اصفهان بودم. مؤسسه اون روز تعطیل بود و بازم ریسک خیلی بزرگی رو انجام دادم. بعد $7,000 می بردم تهران و میدادم مؤسسه. چون روز جمعه بود و نمیتونستم با مؤسسه هماهنگی بکنم، در نتیجه رفتن من در اون روز بیفایده بود و رسیدن به و دلارم نداشتم و رسیدن من به تهران فقط باعث میشد که یه روز دیگه تو تهران معطل بشم تا برنامه اسپانسر انجام بشه. برای همین تصمیم گرفتم که روز شنبه رو تو اصفهان بمونم، کار دلار رو انجام بدم و با اسپانسر هماهنگی ها رو با شرکت بکنم و بعد پاشم برم تهران. این روز شنبه شد. صبح رفتم بازار دلار و دلار رو گرفتم، 7,000 تا رو با تهران هم هماهنگ کردم. اونها هم به من قول 24 ساعت رو دادن و من خودم رو سریع رسوندم تهران. صبح روز یک شنبه تهران بودم و البته اینم بگم شنبه یه شنبه برای من خوب بود، چون اگه هر چقدرم سریع میخواستم عمل کنم بازم اون روز سفارت تعطیل بود. خلاصه خودم رسوندم تهران و در دفتر کارت سبز اونجا قرارداد رو امضا کردم، $7,000 رو پرداخت کردم و چون این شرکت رو میشناختم و کارهای گذشته ما رو انجام داده بود، خیالم واقعا بابت این پول راحت بود که دارم به آدمای امینی میدم. حالا کاری به اون عددش ندارم ولی دارم به آدمای درستی میدم. این پول رو پرداخت کردم و خدمتتون عرض کنم که برگشتم اصفهان و پاسپورتامونم دادیم به خود مجموعه و مجموعه کار پیکاپش و کارهای در واقع ارسال و گرفتن ویزا و بقیهش با مجموعه بود. ما فقط پاسپورتامون رو تحویل مجموعه دادیم و رفتیم. حدود 5 یا 4 سپتامبر بود که سفارت به ما ایمیل زد که ما پاسپورت‌های شما رو ارسال کردیم. این پاسپورت‌ها ارسال شد و دقیقاً 5 یا 6 سپتامبر فکر می‌کنم دقیقاً فردای اون روز، هم میتونم از این نظر بگم خوشبختانه و هم میتونم بگم متاسفانه، ویزاهای 2023 تمام شد و اگر تو هر کدوم از فرایندام 24 ساعت تأخیر میکردم ممکن بود ویزا رو نگیرم و سوز بشه. خیلی ناراحت کننده است و متاسفم برای اون افرادی که نتونستن ویزا بگیرن، کما که اونها هم لیاقتش رو قطعا داشتن و خواهند داشت و هیچ چیزی بر اساس امتیاز نیست، یعنی واقعا شانسه و خیلی از بچه ها بودن که این زحمت راه رو و خستگی راه رو به جون خریدن و رفتند، ولی در پای صف پشت سفارت، یعنی رفته بودن پای دم در سفارت و اونجا این خبر بد رو شنیدن و برگشتن. خیلی ها تو مرحله مدیکالشون بودن، خیلی هاشون اونجا توی ارمنستان بودن یا توی آنکارا بودن یا تو تمام سفارت ها. و شما تصور کن که با هزار امید و آرزو و هزینه رفتی و دم آخری این اتفاق افتاده. ای کاش میتونستم مدیریت کنن، نمیدونم فرآیندش رو یه جوری دیگه میچیدن. چون ماها که مثل اروپایی ها از نظر اقتصادی اونقدر قوی نیستیم که، یعنی واقعا یه هزینه این سفرها میتونه چندین ماه یه نفر رو عقب بندازه و در نهایت خیلی از این عزیزان نتونستن ویزاشونو بگیرن و من اینجا الان اگر طرف صحبت من همچین اشخاصی هستن و دارن گوش میکنن، بهشون میگم که
امیدتون رو از دست ندین. حتما توی ثبت نام‌های بعدی هم شرکت بکنید. شایدی در پی اون اتفاق یک خیریتی برای شما بوده باشه و میشه از اون دید هم نگاه کرد، میشه از دید دیگه هم نگاه کرد، این بستگی به شما داره. ولی میتونید دوباره ثبت نام بکنید و ادامه بدید، از مسیرهای دیگه ای میتونید و بابت این خیلی ناراحتم و امیدوارم که به هر آنچه که در واقع بهترین ها هست برای شما هم اتفاق بیفته. بگذریم و روز 6 سپتامبر بود که تموم شد ویزاها و پرونده 2023 در واقع بسته شد. ما هم منتظر بودیم که این پاسپورت هم بیاد. حالا این پاسپورت ها باید به صورت قاعده و منظمش بعد از اینکه به در واقع سفارت تحویل میشه 24 تا 48 ساعت بعد دیگه باید دست شما باشه. از پاسپورت من یه هفته گذشت از ایمیل سفارت ولی هنوز به دستم نرسیده بود که داشت دیگه کم کم نگران می شدم بابت این و تماس گرفتم و با مجموعه گفتن که فردا میرسه و اون نفری که باید این کارو میکرده در ارمنستان اون مریض شده و این اتفاق افتاده. خلاصه اینکه بله فرداش رسید و اون دوستانم برای من ارسال کردن و 2 روز بعد از تماسم پاسپورت به دستم رسید. در پاکت رو که باز کردم 2 تا پاکت بود، یکی برای همسرم و یکی برای خودم. پاکت خودم رو که باز کردم یه پاکت زرد رنگ بود و یک پاسپورتم بود که وقتی باز کردم ویزای آمریکا رو دیدم و یک حس عجیبی در حین خوشحالی عجیب و باور نکردنی بود. داخل پاسپورت برای من 6 ماه زمان زده بودن که بتونم در واقع برم آمریکا. یعنی ویزایی که داخل پاسپورت بود 6 ماه اعتبار داشت، ولی این 6 ماه شما باید از زمان مدیکالتون در نظر بگیرید دوستان. یعنی اگر 1 ماه مثلا میگم ماه پیش رفتین مدیکال، ماه بعد ویزا رو گرفتین، شما در واقع 5 ماه مهلت دارید برید آمریکا. این رو باید دقت کنید که اشتباه نکنید. خیلی ها بابت این آسیب دیدن. یا اون اشخاصی که اول سال رفته بودن و اصلا 6 ماه مدیکالشون تموم شده بود باید مدیکالشون رو تمدید میکردن. یعنی اگر ویزا میشدن باید میرفتن ارمنستان، ترکیه، پیش همون دکتر پرونده مدیکالشون رو دوباره براشون تمدید میکردن و یه فرایندهای آنچنانی داشت که یادم خیلی هم توی مسیر بودن که رفتن تمدید کردن و بعد بتونن برن. این البته اون تمدید کردنه ددلاینی نداره، ددلاینش همون 6 ماه پاسپورت. یعنی شما پاست میاد ویزاتو گرفتی ولی 6 ماه پیش مثلا مدیکالت تموم شده، باید تو همون زمان 6 ماه باقی مونده بری مدیکال رو درست کنی بعد تشریف ببرید. این هم یه نکته آموزشی بود که گفتم و خدمتتون عرض بکنم برای که نمیخوام وایسا طولانی بشه. این قسمت رو تموم میکنم و در قسمت بعدی توضیحات بیشتری میدم. برای همه‌تون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم روزای خوبی داشته باشید. سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. فاصله زیاد شد، اتفاقای زیادی افتاد. الان از آخرین در واقع وایسی که ضبط کردم خیلی میگذره و میخوام در مورد اتفاقات بعدی که افتاد براتون صحبت بکنم. شاید براتون سواله که الان من ویزا رو گرفتم یا نه، ولی اجازه بدید که در ادامه براتون توضیح بدم. خدمتتون عرض بکنم بعد از اینکه از سفارت اومدیم در واقع وارد مرحله AP شدیم و اون اسپانسری که از ما میخواستن. مؤسسه به هم گفت و کمک کرد که نیاز نیست الان برای اسپانسر اقدام بکنی و میتونی منتظر باشی تا فرآیند ادمنستریتیو پروسسینگ یا همون AP بگذره و
بری برای در واقع اسپانسر اقدام بکنی. خب از زمانی که دیگه منتظر بودیم که این ایمیل بیاد، استرس به شدت بالا، همش این ایمیل چک میکردم، کنترل میکردم، میرفتم داخل سایت و هی کیس نامبرمو میزدم و هی چک میکردم که شد نشد چی شد. آدرس سایت هم براتون مینویسم در واقع پایین همین توی قسمت دیسکریپشن که بتونید اگر میخواید چک کنید بتونید از این آدرس استفاده بکنید. خلاصه کارم شده بود هر روز چک کردن و اینکه چرا نوبتمون نمیشه. و جالب این که اکثر بچه ها یعنی کسایی که داشتن کلیر می شدن از انتها به ابتدا می شدن، یعنی اونهایی که کیس نامبرای پایینی داشتن انگار که خیلی بود که منتظر بودن، چندین ماه بود منتظر بودن. ولی من برداشتم از این بود که انگار دارن از آخر کلیر میکنن به اول. نمیدونم چرا این حس رو داشتم، چون کسایی که 22 جولای در واقع سفارت رفته بودن خیلی سریعتر از